میگم که اون اتفاق داداش تو ما رو سرویس، یعنی تو سال به 12 ما توپ نمیخوای از ما، الان وضعیت بشین دیگه پسر جون. Alexa announce baby release Evie. خیلی با الکسا رفیقی ها. آره یه روز خانم بلند شد گفت میخوام برم پرتش کنم پایین. با اون بیشتر رابطه داری تو. ایوی come here. ایوی های خرگوش come here. کام بابا. تو میدونی من هی دارم میگم اینا ببین. سلام بیا اینجا، تو هم بیا اینجا، تو هم بیا اینجا. مال شما کیوتاره، این یه خورده خیلی سنگین، این عباس جدیدیشونه. این یورکی اونه 15% یورکیش هم 1/15 هم هست. یه ژن اون باز خدا رو شکر یه ژن داره، ولی این بی‌ناموس. این یعنی کیوت ترین سگی که من تو زندگیم دیدم، سگ همسایه‌مه. بعد رفت مسافرت، گفتم میری مسافرت چیکار می‌کنی سگ تو؟ گفتش که میذارم دست یه نفر نگرش می‌داره. گفتم پول میدی؟ گفت آره. گفتم چقدر میدی؟ گفت روزی $50. گفتم یعنی الان می‌خوای 20 روز بدی $1000 میدی؟ گفت آره. گفتم خب دود مگه دیوانه‌ای؟ بده دست من $1000 بزن برو حال کن. میدارم $40. نه من ازش اصلا پول نگرفتم. گفتم برو اصلا $1000 حال کن، چون من اگر دوستم کنم عشق میکنم باهاش حال کنم. من اون عشقمو دارم عشق میکنم دیگه، واسه من ارزش داره. ازاشم سگم راحته با سگه یه جوری با من راحته که اونره شاکی شده. براش من فیلم میفرستم، حرفمو گوش میده. من خود سگا رو میبرم بیرون همیشه. من کلا با سگا خوبم. من سگا رو میبرم بیرون، هیچ وقت قلاده بهشون نمیذارم، هیچ وقت. حتی سگ بزرگ کوچیک، سگ مثلا هاسکی میبرم بیرون اندازه خودم. البته خطرناکه، چون یه موقع میدونن پیش سگای بزرگ میزنن. خب نه من همین دارم میگم، من اگر مطمئن نباشم که این سگ 100% بغل من تکون نمیخوره نمیبرمش بیرون. یعنی نمیبرمش، امکان نداره. اول قشنگ چاینشون میکنم. حالا توی اینجا یه مثال توضیح میدم قشنگ میگیری داستانو. تو اینجا خیلی قرقروان، یعنی اگه بری بیرون سگت روش قلاده نباشه سریع که میاد به قور میزنه. 2 بار یا 3 بارم این کارو بکنی که یک از رفیقام کرده، پلیس میاد در خونت جریمت میکنه. آره اصلا چیز ندارن، شوخی ندارن، خیلی جدی ام. من توی داونتاون زندگی میکردم. شلوغ ترین خیابون داونتاونم رابسونه. من با رابسون یه بلاک فاصله داشتم. از کل هاربر میومدم بیرون میرفتم تو رابسون با سگم. توی کل هاربر میگم توی رابسون همیشه پر آدم و اینا بود. 1 سال و نیم من هر روز سگمو بدون قلاده بردم، کارشو کرد، برگشتم، 1 نفر به من قور نزد. یعنی هر کی این سگو میدید که این سگ داره بهتر از سگایی که رو قلادن رفتار میکنه. سگو ترین میکنم بچسبه به پام، نگاه کنه به ته کفشم را بیاد. نه بو میکنه، نه نگاه میکنه، نه گوشش میره بالا، هیچی. این زامبی فقط پشت من را میاد تا وقتی بهش میگم آزادی. وقتی میگم آزادی دیگه میره واسه خودش. اصلا من نمیبینم، نشستم تمام گل میزنم، سگ اصلا نیست. بعد 5 دقیقه عزیزی درخت میاد، بعد میره اون بعد کاری به کاش که ندارم. اون موقع میتونه گم بشه، یعنی اون موقع حیوان میتونه بزنتش چیزی. ولی وقتی باش تو خیابون ما میرم انقدر قشنگ بهشون یاد میدم که دود اینجا وقت راه رفتنه، وقت شاشیدن نیست، وقت دختر پیدا کردن نیست، وقت رفیق پیدا کردن نیست. الان وقت راه رفتن تا برسیم به اونجایی که همه این چیزا قراره وقتشون باشه. بعد اینو که بهشون یاد میدم مطمئن میشم یاد گرفت، خودم تو پارکینگ و اینا باش تمرین میکنم. بعد که مطمئن شدم میبرمش تو خیابون. بعد خیابونم نمیبرمش، اول سر کوچه فلان اینا، بعد دیگه پروژه قول مرحله خیابونه. البته منم اینو فهمیدم که سگا میفهمن، خودشون هم بعضی وقتا میزنن به اون را که نفهمیدیم. ببین این رو همون خیلی داستانه اصلا. یعنی من بعضی وقتا سوزش میکنم اینجا مثلا بخندیم، مثلا تک و تک مثلا همینجوری داریم مثلا صحبت میکنیم، وسط صحبت مثلا مامانم میدونه، مثلا بهش میگم که یه دفعه داره، مثلا میگم آره حالا همینجوری که هولدش گرفتیم مثلا بریم همون فلان اینا، اون لگنش هم بیار، بعد دوباره میریم ادامه همون صحبت. لاش اون حرفه رو مثلا میگم یه جمله لای پاراگراف گفتی، 20 ثانیه بعد زیر تخته. یعنی عذب. بعد کشمش میگی بیا مثلا نرین اونجا، کش نکن اونجا بابا. عذب این خیال جا نیست. بلا بیزم بابا نکن اون توپو بیار بیناموز. نه من خیلی باور دارم سگا میفهمن. یعنی بابا اصلا میگم فارسی حرف میزنه، کیش خودش میزنه.
این که مثلا دیرو توپشو انداخته نمیتونه پیدا کنه، هی اشاره کنه میگم بغل آبته، بعد یهو برگشت دوید رفت بغل ظرف آبش دیدش اونجاست. گفتم خب دیگه من اینو به رفیقم میگفت ظرف آب کجاست، این از رفیق من بهتر فهمید. نه ولی بعضی از این سگا هست من دیدم، حالا 100% خودت هم دیدی، مثلا به سگر میگه نمیدونم 5 به اضافه 4 چی میشه، سگر میگه تق 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 هم 9 بار میزنه. خیلی سگای خیلی جالبه، مخصوصا این گلدن ریتریورها واقعا سگای باهوش و خفنی هستن. خیلی دوست دارم بدونم اون داشته باشم، ولی از سگی که آجی مو میریزه نمیشه، اصلا دیوانه میشه. نه اینا اصلا آجی عاشق سگم ها، مو میریزه خودش. من همینطور من میریزه مادر جنده یه جوری میریزه استوب نمیده. من واسه بابام یه دونه پاک خریدم ایران، این باحال کوچولو فلان باحال، حالا چاق شده مثلا بغلش چروک فلان. آجی یه رو تخت میاد میره و رو تختی رو بندازی دور به شستن نمیرسه، دیگه بندازی دور رو تختی رو. من جاروام هم از کار افتاده بود. چی؟ جاروام از کار افتاده بود. خالم یه دونه هاسکی داره. اون بدترینه. و خاله من وسواسیه، میگم برای چی هاسکی خریدی؟ خلی میگه اون موقع که سگ می‌خواستیم کرونا بود، فقط این بود، هیچ سگ دیگه واسه فروش وجود نداشت. حیات دیگرش داره کجا؟ نه تو خونه. هاسکی به درد تورنتو میخوره، به درد ونکوور، ولی اونجا خیلی حال میکنه سگ تو اون آب و هوا، عشق میکنن اونجا. آره اینجا که واقعا برف اومده امسال اونجا یا چی؟ یه بار برف دارین پس ونکوور؟ از سال 2005 شروع شد، قبلش نداشتیم. از 2005 شروع شد، سالی بین 1 تا 3 بار میاد، رکورد 3 کمترین هم 1. ولی الان که دیگه داره میره توی آخرای فوریه اینا دیگه تمومه، اون برفتون تموم شد، الان تو بارونین بیشتر. آره نه اونم اومد 3 روز اومد باش بارون و پاک شد رفت، یعنی فقط 3 روز. چی جوریه که با آب و هواش با تورنتو فرق داره؟ به خاطر اینکه از لحاظ سطحی که روی لده تودن. آره یه خورده پایین‌تریم ولی بالان دیگه چه فرقی داره؟ ولی اینور گرم‌تره دیگه. چون آب و هواش میگن مثل کالیفرنیا است، درسته؟ نه هم که دوزیه، هیچ جای دنیا شبیه کالیفرنیا نیست، ولی اینجا فرض کن شبیه کالیفرنیا است، ولی هفته 3 بار بارون می اومد اگه تو کالیفرنیا، همیشه هم حرارت و منهای 15 کن. یعنی الان شما منهای 15 سانتیگراد فارنهایت، نه سانتیگراد، یعنی شما اگه مثلا الان 15 درجه است سرده، اینجا 0، شما 20 اینجا 5، شما که 40 میشین اینجا میشه 25 30. تابستون گرمی دارید، ولی تابستونمون امسال به 41 هم رسید که من تا حالا ندیده بودم. 41 یعنی 100 تقریبا 90 خورده 100. خیلی خوب بود، یعنی من پشمام ریخت. کانادا مگه چیزه؟ مگه سانتو کیلو و اینجوری این مگه؟ آره فقط شما اون جرمونی که هیچ معنی نداره، دلیلش هم میدونی چیه؟ یه کشتی از انگلیس تخمی داشته میومده آمریکا با تمام وزن و اینا که به شما بگه کیلو چیه گرم چیه اینا، کشتی کش میره پایین، کشتی که غرق میشه شما اینا رو نمیگیرین تو این کوسچن، تو کل دنیا فقط شما این استفاده میکنین، هیچ کشور دیگه ای پوند استفاده نمیکنه چون معنی نداره. فوت چقدره؟ 12 اینچ. خاک چرا 12؟ یه دونه از عددتون رون نیست. 12 الان قد چند 5 و 11 5 و 11 که چند فلان. نه مثلا میری ایران یه چنده، مثلا میگم 175 پوند. چی میگی قال چی کار؟ آره خیلی واسم جالب بود. کل دنیاست درسته وضعشون، فقط آمریکاست که روی این کل مونده. اینا یه خورده میخوان، آره اینا میخوان بگن تافته. حالا ببین ما چه کونی دادیم این وسط. ما چون خواهیم شماییم هوم دیپو همه چیز کیش رو اینچ و فیته. وقتی اومده تو کانادا عوض نکرده، چون الان شما مثلا 2x4 یعنی چی؟ یعنی یه چوبی که 2 اینچ بای 4 اینچ دیگه. خب اینجا که نمیتونه بزنه 8 سانتی متر 7 میلی متر در 16 و 5/4 میلی متر. میگه خب کاری بکن 17 در 16 دیگه چه اینجوریش کردی؟
به خاطر همین گفته ما نمیتونیم بریم یه پروداکشن کامل واسه کانادا بزنیم، همون جنس آمریکایی باید گوشه اینجا. همینو بگیرید دستتون. برای همین تو زنگ میزنی، حساب کتابش افتاده با شما. مثلا زنگ میزنی میگی که من چه میدونم مثلا میخوام بیای زمینمو تمیز کنی، میگه چند متر خونت. بعد که میاد خونه میگه میخوام جای چوب بزنی، میگه چند فیته، میگی 7 میگه 7 متره، میگه من نمیفهمم به فیت بگو. چرا؟ چون تو هوم دیپو با همین با مهندسا باید فیت صحبت کنی، با آدمای معمولی باید سانتی متر صحبت کنی. خب مگه غیر از هوم دیپو شما یه دونه کشور خودتون لوزی هوم دیپوی دستخری چیزی ندارین اونجا؟ داریم، ولی اونا همه هوم دیپو رو کپی کردن دیگه، تو همه سیستم مثلا اینا اون همه اینچه. و من نمیفهمم، میرم مثلا پیچ بگیرم میگه 3.64 هفتم، میگم چه کجریه 3.64 هفتم، چه عدد بده، 3 سانتی متر و 7 میلی متره، این چقدر میشه؟ این میشه 5 اینچ و 16 17 8 سانتی متر. میگم خب what the fuck، من معنی نمیده، چرا من باید ریاضی انجام بدم که عددو بفهمم؟ چرا باید 64 تقسیم بر 7 بکنم؟ چیه این راه میک سنس میکنه؟ خیلی. ولی مثلا این کارگرا که میاد اینجا مثلا یارو در به داغون دندوناش زرد، مثلا تلفنشو حفظ نیست، اون بلده مثلا میگه این چقدره، این 16 اینچ 1.85. اوکی. واجب شد بیام با 2 تا مکبود بکشم تو کانادا بریم ما هوم دیپو میفتیم کف هوم دیپو صحبت با اینا راجب پیچ و چوب و سیم. وای هوم دیپو هم داستانی خوش. آقا یه سوالی، این فامیلی اقتصادی چجوریه داستانش؟ چون میدونی که همه قدیم یا جایی که بوده فامیلیا، یا اینکه مثلا شغل بوده فلان. مال شما چجوری بوده؟ خیلی خانواده اقتصادی بودی؟ نه چون من که یه دلیل دیگه دارم میپرسم. من بابام پرسیدم میگه جد پدر بزرگمون بیزنسی بودن، برای همین اسمشون گذاشتن اقتصادی. یعنی چه بیزنسی بودن؟ توی کارهای همه واردات صادرات و اینا بودن. مثلا شنیدم و من نمیدونم، شنیدم که اولین کسی که گل رز آورده تو کردستان مثلا بابا بزرگ من بوده. یکی از اولین کسایی که ماشین آورده تو کردستان مثلا بابا بزرگ من بوده که بابا میگه 8 لاستیک ترکون تا برسه، چون جاده واسه الاغ درست شده بود، ماشین نمیتونسته بیاد. بعد کردستان کدوم شهر؟ سنندج. من یک بار سنندجم رفتم. البته من ایرانگردی که 3 بار، ولی خب کردستان رو 1 بار رفتم، سنندج و پاوه و من نرفتم. چه جوریه؟ البته من سنندج و اینا رو بچه بودم رفتم، ولی یادمه که رفتیم سنندج مثلا یه روز اونجا بودیم، اون کتیبه فکر می‌کنم بیستونه اگه اشتباه نکنم، درسته؟ اصلا نمیدونم. بیستونه دیگه، آره، اون که روی سنگ کندن و فلان، یه سری 2-3 تا جای اینجوری دیدنی و فلان داره. ولی ما در اصل رفتیم پاوه که واقعا یه جای کوهستانی جنگلیه با یه سری آدمایی که واقعا کاش همه ایرانی‌ها اون شکلی بودن، خلق و خویشون، واقعا آدمای دوست داشتنی، عاشق، اصلا خیلی خوب. بعد اون معنی که هم الان از کرد البته میگیری، اونا رو کرد واقعی همونان دیگه و واقعا انسان‌های درستی هم. ولی خب بگم اون کردستان و اینا رو یکم بچه تر بودم رفتم، زیاد مثلا خاطره اونجوری ندارم. تنها خاطره که دارم اون تو همون جنگل و یک آب خیلی خنک روونی داره که از نمیدونم یک پارکی رد میشه و فلان، و خاطراتی که دم اون آبه دارم و اینا، و یه چیز خاصی هست. من خودم خیلی دوست دارم برم یه بار ببینم ایرانو اونجا رو که 100% ایرانو رفتی گشتی چجوریه؟ نه فقط تهران و شمال و اهواز. شمال داریم تا شمال دیگه هم خانه دریا دریا کنار. خانه دریا کنار، عاشق دریا کنارم، عاشق دریا کنارم. یعنی 100 تا دیگه بهتر بسازن. من خضرشهر رو ساختن، من خانه دریا رو ساختن. ولی ببین نمیدونم کی دیدی ویدیوهاشو، دیدی ریدن توش. همین پارسال دریا کنار بود. پارسال نه، همین 7-8 ماه پیش. آره
من که توش بودم اصلا خونه فقط خونه های یه دونه ای بود. بعد یه سری خونه ها بودن که خونه جلویشون هم خریده بودن که ویو به آب داشته باشن و حیات قوی. قدیم چیز بود آخه، قدیم آدمایی که اونجا صاحب اونجا بودن خودشون بودن فلان. یارو الان دیگه امریکاست یا برج زدن مثلا اون یارو ردیف اول همه رو. کجا رو برج زدن؟ ها یعنی قد بلندتر برج آره. که تو در کنار کسی برج نزده که اشام کجا نه برج ساختمونه چیزه. بلند منظورمه، 4 طبقه. ساختمان بلنده. آره. خیلی آره ولی میگم قدیما هم توش بودن، الان دیگه صاحباش ایران نیستن یا اگه باشه رو مثلا نمیدن در کنار میدن اجاره و فلان. بعد اصلا خیلی بده تو ایران میخوای بری یه البته هست خیلی جایی ولی منظور خیلی از جاهایی که باید باشه مثلا همین در کنار چه بری ویلای باحالی فلان چیزی بگیری نیست که مثلا باب میل فلان میری اونجا ککو میگیری برمیگردی. حیف باشه. چه خیلی بد جایی شده بود. خیلی بد شده. آره خیلی ولی قدیم یادمه واقعا. من نمیدونم حالا تو چه سالی رو میگی، من چون خیلی سفر کردم تو 97 این اینا سالایی که 97 میلادی. آفرین. آره من قبل از اینکه اون موقع که رویایی بوده ولی من خب بچه بودم. خب من اون باز موقع یکم بود سنت که بیشتر. بدون تاثیر رانندگی میکردم توش. با 504 ها. نه یه دونه پاترول داشت بابام، با پاترول شاهی بوده اون موقع. یه دونه بنز داشت، یه دونه شورولت داشت. این اون موقع بود. بعد اومدم کانادا، بعد از 5 سال برگشتم یه دونه ماکسی. تهرانی کردی هستی که تهران بزرگ شدی یا؟ آره. اوکی خب. بعد 5 سال بعدش اومدم ایران، یه دونه ماکسیما داشت. بعد اون موقع ماکسیما تازه اومده تو ایران، خیلی معروف بود. بعد بابام گفتش که من این ماشین فقط خریدم که تو میای اینجا حال کنی، من خودم ماشین نمیخواستم. بعد گفتم اوکی. بعد تو همون خانه دریا بودیم و داشتم با یه دختره گازوگوز میکردم. بعد خب اینجا ماشین هم اتوماتیکه دیگه، من یادم رفته بود گاز دادم تا ته ولی دنده عوض نکردم، موتور سوخت. البته موتور نسوخت، یه چیپ داشت که اون چیپ سوخت. بعد خیلی هم یادم حال کردم، زنگ زدیم ایران خودرو یا هر جایی که با زنگ میزدی. بعد یکی رو فرستادن سریع مثلا با فاصله 2 ساعت، یکی اومد اونجا و کار کرده. بعد گفتش چیپش سوخته، بعد چیپش عوض کنیم. من چیپشو ندارم، فردا واسط میتونم بیارم. بعد من نمیفهمم که این چیپه چرا سوخته. میگفت این چیپه کاری که کرده بنزین رو از انجین خاموش کرده که انجین نسوزه. میگفتن خب چرا سوخته، چرا دکمه خاموش نیستش این چیپ خاموش، بعد حالا روشن شد دوباره. چرا اینو که بسوزه، منطقش چیه؟ بعد من نمیدونم دیگه، بحث نکن. بعد رفتش و فردا دکمه رو ولی آره من یادمه که یه زمانی اگر ماکسیما داشتی مثلا دیگه خود برد پیت بودی دیگه. آره بابا من با هامر اومدم ایران 2007. به به. یه هامر سیاه، اون موقع 3 تا هامر بود، یه دونه زرد، یه سفید، یه سیاه. زرد مال دیگه درسته؟ ها همین گذر دیگه چون دیدم آره. هامر رو اینا دیدم پلاک ملاک که نه پلاک نداشت، گذر اومد. بعد رفتم باهاش بیرون، عشق می‌کردم. یه دفعه 2 تا داستان باحال اتفاق افتاد. یکی یارو اومد ماچم کرد، یعنی ماشین پیشم فقط یکی من شروع کرد 3-4 بار بوسم کرد، گفت مرسی که همین چیزی میری ایران تو ما ببینیم. بعد یه دیگه پلیس من زد بغل. بعد یارو سربازه اومد جلو اینا، گفتم جونم. گفتش که اسم این ماشین چیه؟ گفتم هامر. بعد گفتش که جناب سروان میخواد ببینه، اوکیه؟ گفتم آره خب بیاد ببینه. بعد یه یارو اومد، یه خورده مثلا چیز تر بود 20 از این حرفا و شخصیتی که قشنگ میبینی چشت، اومد جلو و خورده حرف زد این حرفا. گفتش داستانش چیه؟ گفتم آره ماشین مثلا جنگی آمریکاست و داستانش اینه و اینطوری. آرون رو توضیح دادم. بعد گفت خیلی جالب خیلی جالب. بعد گفتم میخوای رانندگی کنی؟ من گفت اجازه میدی؟ یعنی یه جوری که اصلا انگار گفتم که میخوای مامانمو ترتیبش بدی، تو این لول باورش نمیشد. بعد گفتم دود آره چرا اجازه نمیدم، بیا انقدر از ذوق داری خب بیا رانندگی کن، چیزی نیست. دمت گرم. خلاصه نشستیم و حاج آقا نشست راننده، من کمک راننده، جلو اونم یه پلیس با چراغ داره میزنه، ما پاشش میبینیم من داشتم یا چقدر میرقصم پاش عشقا. خلاصه خیلی جالب بود. این قشنگ داستان براد پیت و من ایران اتفاق عجیب جالب میفته. ایران من با اینکه زندگی نکردم به اون صورت و اینا ولی خب هر دفعه که میریم حالا هر سال یا 2 سال یه بار فلان اینا واقعا اتفاقای
خیلی جالب و من یه تئوری دارم، دارم. ببین درسته یا نه. من میگم ایران مثل دیزنیلنده، وقتی میری واسه 1-2 هفته خیلی خفنه، خیلی باحاله، ولی فکر کن بخوای یه هفته تو رولرکوستر غذا بخوری، آقا دهنم حالم به هم خورد، چه مسخره بازی. آفرین. دقیقا ایران وریش اینه که آدم بعد 2 هفته اصلا میدونی به خاطر اون بیقانونی است و فلان، بیقانونی اولش حال میده همه چی خواستی، بعدش میره رو مخ همه چی. آره راست میگی. میدونی اولش حال میده که دیگه نباید استاپ ساین وایسی نمیدونم فلان بذار اینا، بعد از این مدت مثلا میاره اومد دیگه تو دهنت مثلا میگه بابا دیگه ول کن. آره راست میگی. حالا مثلا اون رانندگی که یه مبحثشه، فقط غذا حاجی من میرم ایران عزاست، واقعا غذا عزاست، هیچی نیست غیر از ایرانی، فقط چلو کبابه و پیتزا. اصلا بدم میاد داداش. آقا پیتزا مکزیکی پیتزا چیه مادرشو سرویس؟ مکزیک مگه پیتزا داره؟ میگن پیتزا نمیدونم ایرانی خفن. من پیتزا ایرانی داداش من کالباس و سوسیس متنفرم داداش. پیتزا ایران فقط به همونش معروفه، کالباس سوسیس فقط. اون که هیچ. غذای ایرانی هم بابا دیگه از اونم مثلا یه بار قرمه سبزی، یه تالا کوبیده، بس دیگه روز قرمه سبزی یا نمیدونم فلان و کباب. اصلا حالا من میرم ایران قصم میگیره سر غذا. منم اینو بهشون میگم باور نمیکنن، میگن نه رستوران خوب نرفتیم. میگم بابا رستوران خوبتونم رفتم، رستوران گرونتونم رفتم، هیچ کی بلد نیست غذا درست کنه. نه که هیچ کیا. خیلی شکم بازم داداش، شکم باز تیرم. این آقا بچه حرفایی که دیگه رو بشنویم. بهتون میگم غذای ایرانی خیلی افتضاحه، مخصوصا پخت و پزش. آقا رفتم رستوران، میگم استیک رو میتونی ریر درست بکنی؟ میگه که بله. میگم من فقط اگه ریر باشه میخورم و ریر نباشه نمیخورم. میگه اوکی. بعد میره پشت میاد، ببین یه جوری پخته که انگار بحث برعکس بوده که آقا اگه این ریر باشه من لب نمیزنم و میخوام ولدان باشه که سگ نتونه فرقش با زغال بفهمه. بعد یارو بودم میگم خالی مگه بهتون نگفتم؟ میگه آقا خب نمیدونم که خام، میگه نمیشه که خام بخوری مریض میشی. میگم تو نمیفهمی کانسپت. اینو کجا میبینم؟ همین رفتار رو تو مکزیک میرم این هتل‌ها، بعد به یارو میگم که استیکمو ریر بده، بعد میذاره اونجا رو من نگاه میکنه، بعد نگاه میکنم میگم که اوکی اناف، بعد همونجا وایساده میگه نو، میگم نو زهر ما اناف. بعد آخرین سفر بلند شدم رفتم پشت اونجا که کارگرا وایسادن، رفتم پشت، این یارو اسپچول رو ازش گرفتم کردم تو استیک انداختم تو بشقابم. من گفتم ورش دار دیگه بهت میگم. این قضیه رو، این مشکل رو من سر گوجه خیارشور تو ایران دارم. بعد من آدم خیلی ببین من از این آدم عجیب غریبیم، مثلا نمیخوام برگر بخورم، خب میرم اونجا، مثلا رفتم اونجا بیارو گفتم آقا مثلا همبرگر دستی فلان گوجه خیارشور نذار. میگه چی مثلا اینا؟ میگم کاهو. چی دیگه داره؟ میگه کاهو. میگه خب اوکی کاهو بذار و برگر رو با پنیر همین. بعد میره گوجه خیارشور. میگم داداش گفتم گوجه خیارشور. خب گوجه خیارشورشو بردار. خب کش گوجه نونمو خیس کرد. بگاه داری سیستمو. فهمیدی؟ حالا فردا اصلا این مکالمه آردی واسه من اتفاق بیفته، من تا ابد دیگه این یادم میاد آقا یکی من گفته چرا گوجه گذاشتی بره. میگم فردا بس اینا که چونشون میخوره میرم اونجا میبینم این کش میزه. آقا سلام یه همبرگر دستی گوجه خیارشورم نذار لطفا توش، فقط کاهو و برگر رو بده. باز میگم یعنی من یه آدمیم که باز مثلا یه بار دیگه بهش این فرصت میدم که فردا برم که اگه نکرد نرک شو یا کش مگه مثلا میگم به قرآن یه بار تو ایران با اون ساندویچی که یارو هنوز هم مثلا 30 ساله یارو ساندویچیه، اون سری 2 دفعه آخری مثلا نروی بزنم گلاویز این کدام آخه خار 50 بار دارم 50 روز پشت همه برگر رو میخرم میندازم میرم به فقیره میخوره، فقط ببینم توی کش خیارشور میزنی یا نمیزنی. کش نذار خیارشور مادرتو نذار خیارشور. من کاملا باورت میکنم. من یه دونه بدتر از مال تو دارم. من که اینجا بودم ایران یه پیتزا داشت به اسم مارگاریتا، من دوست داشتم فقط روش گوجه میذاشت. من این ایده رو دوست داشتم. من پیتزا خوش میاد. درستش مارگاریتا اصلا درستش فقط گوجه است، درست فقط دیگه. پنیر نیست. بعد که اومدم همون گوجه است. بعد که اومدم اینجا مارگاریتایی که اینجا می‌خریدم بهم نمیچسبید. گوجه‌هاشو کلوف می‌ذاشتن، خام می‌ذاشتن، سسشون فرق داشت. خلاص این تو یاد ما مونده بود که ای مارگاریتا ایران چه کره‌ای بود. اینو داشته باش. بعد از 5 سال بلند میشم میرم ایران، میرم خونه به همون پیتزایی که یادمه تو مهدی محسنی هم بود زنگ میزنم،
میگم که یه پیتزا مارگاریتا میخوام. پیتزا رو میاره خونه، باز میکنم روش میبینم پر کالباس و ایناست. بعد میگم what the بعد زنگ زدم به رستوران، میگم که آقا من پیتزا مارگاریتا سفارش دادم، روش کالباسه. یه مارگاریتا فرستادی؟ یارو خودش یه گوشه برش کسی که پیتزا درست کرده، صاحب مغازه، میگه بله من زدم. میگم خب مارگاریتا روش رو چیزی هم نمیشه، فقط گوجه، برای چی من کالباس اینو داره؟ میگه دیدم آخه هیچ نیست، سیر نمیشی. مگه مادر بزرگمی نگران منی؟ بعد میگم داداش بعد داستانم اینه، من از کانادا اومدم فقط به عشق مارگاریتا نمیخوام گوجه روش. بعد میگه خب الان من چیکار کنم؟ میگم الان تو به عنوان یه بیزنسمن گریدی بعد مشکلاتو درست کنی. میگه خب چیکار کنم؟ میگم یه پیتزای مارگاریتا درست میکنی مجانی میفرستی در خونه من که چیز من در بیاد، از شنوندگی من در بیاد. خیلی خوب. بعد گوشی رو قطع کرد. خیلی خوب گوشی رو گذاشت. آقا اصلا اگر خیلی خوب بهت گفته که خیلی عالیه. فرستاد. خیلی عالیه. مثلا میگن اکثرا میگن ان شاء الله دفعه بعد مثلا حالا واسه کالاس نمیذاریم. دفعه بعد چه سعی کنیم. حالا این که خوبه بابا. اصلا میگم یه اتفاقای توی رو میفته، میخوام مثلا تبر بردارم بزنم از اینجا گردن، یارو کس مثلا داره تو گوشیه، رفتی اینجا سوپرمارکت میگی آه یه دونه مثلا وینیسون لایت بده داداش، بعد داره باز میکنه، میگم داداش یه دونه وینیسون لایت میدی به ما فلان، بعد اینجوری نگات میکنه مثلا انگار گفتی خاک کش پایین یه تیر بک، بعد مثلا اینجوری سیگار اینجوری میذاره اونجا اینا، بعد نمیگه مثلا انقدر، باز میره تو گوشی، بعد میگه که مثلا داداش یه دونم داری فکر میکنی، نه داری همجوری فکر میکنی یا فکر میکنی آقا یه دونه یه کس مثلا میاد میگه آقا یه دونه فلان بده. حالا چی اون مثلا از این آیتمایی که مثلا کس نردمون میاد قفصه از اون بالا محمد بیا اونجا به اسخر بگو اون یه دونه پاک. آقا چیکار 2 ساعته میخوام ازت بخریم تو گوشی اینجوری نگاه میکنی کش دختره هنوز از در نیومده بیرون گرفته از چی بدم آقا سی بدم بلا. خیلی اصلا ببین این قضیه رو مخه، این قضیه 500 بار اتفاق افتاده عثمان. یا آقا ایران رسیدم. این تو خوبی واسه اینو بگم. رسیدم تو ایران، نشستم تو ماشین، اولین دکه‌ای که میبینم بازه ساعت مثلا 1:00 شب، اولین دکه‌ای که میبینم بازه به یارو میگم بزن بغل. نه شکلات تک تک، من سیگار نمیکشم. من دارم واسه مزه تک تک تنگ شده بود که هیچ ربطی به کیت کات نداره ولی کیت کاته. بعد دویدم به یارو میگم که آقا به من دو تا مثلا 10 تا تک تک بده. نه گفتم یه باکس کامل تک تک به من بده. بعد گفت دادا تک تک ایرانیه، کیت کات هم دارم ها. گفتم میدونم تک تک بده. آخه دادا اصلا به ژست تو نمیخوره تک تک بخوری، تو اون کیت کات ببر. میگم مادر من از کانادا اومدم، ما فقط کیت کات داریم، تک تک رو نداریم، دم واسه این تنگ شده. اوکی میدونی یعنی اینی که انگار تو نمیفهمی خودتو و اون همین الان تو رو دیده بهتر تو رو میفهمه. این منطق چقدر کول باید باشه؟ جمله حالا مگه چیه و حالا چی شده و اینجا ایرانه و این اصلا خیلی جمله چیه. حالا مثلا چیه مگه خیلی چیزه داداش. چیه مگه خیلی چیزه که تو من اومدم با من حرف نمیزنی میاد چیلجه میزنی تو کانتر. این خیلی چیزه. حالا مگه چیه مثلا بعد تازه میخوام بزننت خدا فلان، برو مثلا اونجا خرید کن گوشش، مثلا یه دفعه مثلا کتک بده کار شدی یه چیزی، یا مثلا رفتی سیگار بخری دعوا شد، یا مثلا یارو میگه تک تک. بعد آخه یه چیزی همت بگم، قدیما خیلی همه چیز باحال بود تو ایران، مثلا ژله ها مزه ژله میداد. الان به قول یکی گفت چند وقت پیش رفتم بیسکویت مادر خریدم مزه عمه میداد. یعنی تو مزه تو مثلا بعد از 10 سال میری، بعد 5 سال میری میگه آقا تک تک بده، مثلا فکر نکن که مثلا تک تک همون تک تک 6 سال پیشه. تک تکیه که هی ازش از بیسکویت، از کیفیت بیسکویت زدن، از کیفیت شکلاته زدن، کم کم وارد قضیه شده انعنه اونن دیگه. خیلی داستان ایران جالبه واقعا. خیلی من واقعا یادمه رنگارنگ یه چیزی بود میخوردی
عاشق میشدی. آره. الان رنگارنگ میخوری، بعد ببینید کامپوزیت چسب داری میخوری. آره اینجوریه. واه حیف باشه یادش ایران. بخیر ایران قدیم آقا واقعا. یه کیش که اندازه دبیه، ببین میتونست دبی باشه، بعد ببین ایران میتونست چی باشه اگر کیش دبی بود فقط. فکر کن ایران میتونست چی بشه. واو حیف اصلا باشه. یه برنامه‌ای بود به اسم هرگز نمیر کوروش، هرگز نخواب کوروش، نمیدونم یه چیزی بود که مناطق نشون میداد که پی میدون آزادی رو ریخته بودن، بعد راهسازی داشتن میکردن که خاکی بود تهران دیگه و اینا، که داشتن چه پلنی چینده بود واسه نقشه و فلان و بیسار. نه اصلا ایران میتونست یکی از مدرن ترین باشه. اینا اومدن هند و ایران دو تا کشوری توش هستن که دیدیم. آمریکا و انگلیس نابودشون کرد. والا آمریکا که الان تازه بعد از میدونی که الان که کم آوردن جلوی ایران، 10 تا سیمیولیشن چیندن برای جنگ با آمریکا که تو هر 10 تا سیمیولیشن باختن. میدونستی اینو؟ یه سیمیولیشن درست کردن داشتم چند وقت پیش داشتشون میده کابینه که آقا اگر بخوام بریم با جنگ با ایران و فلان اینا، با 10 تا ایدئولوژی مختلف که چجوری میشه. یک بارش هم نبردن. اصلا الان یک ترسی ایجاد شده در دولت. من نمیدونم چقدر با اخبار یگانه یا بیگانه، ایران رو نگاه نمی‌کنم، کانادا و آمریکا رو نگاه می‌کنم. آمریکا الان خیلی نمیدونم یه دوگانگی اولا ایجاد شده نسبت به حمله و غیر حمله نکردن و حمله کردن، و ضمن اینکه یه ترسی هم ایجاد شده که اگر حمله بکنن احتمال اینکه مثلا ایران انقدر ایر دیفنس قوی داره، احتمال داره که مثلا به نابودی امریکا حتی یه انجام این قضیه و فلانه. بعد سورپرایز هم داره دیگه، چین و روسیه میتونن یه کاری کنن که یهو آمریکا سورپرایز شه. جنگ با ایران شاید جنگ جهانی رو شروع کنه، ولی میدونن که شاید تهش مثلا به هر دری شده بتونن مثلا جنگ ایران رو بشن، ولی جنگ ایران هم میدونن همینجوری الکی نیست. چین و روسیه اینجا میدونی قوی مهرهایی آره. نیستن، دقیقاً مهرهایی نیستن که شما بتونی همینجوری بهشون نگاه نکنی و فلان بگم. واسه همین خیلی سال آینده عجیب غریبی خواهد شد. خیلی من دوستم ببینم. حالا ان سال دیگه با هم یه ویدیو دیگه ضبط می‌کنیم، اینا رو روش ریفلکت می‌کنیم. 100% میام با هم یه ویدیو ضبط بکنیم. اصلا بیام گفتم که می 5 میام ونکوور، اصلا با هم اشغال بکنیم، تو ماشین بشین دوربین چسبیده اون وسط. آره اصلا یه اسموک سشن با هم چیز بکنیم حتما. من میام رول حتما. با پری رول میام دم دنباله، یعنی خیال راحت. یه بگ دوبی هم بهت میدم. ویدیو ونکوور هم با من. برو بریم. تمام برو بریم درست. لاو یو من. آقا دمت گرم از این وقتی که گذاشتی، خیلی حال دادی. آقا خیلی مخلصیم، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم، خیلی مکالمه جالبی بود. اینجوری هم که من اینجا دارم میبینم 1 ساعت و 5 دقیقه‌ای است که داریم با هم حرف میزنیم. خیلی 1 ساعت و 5 دقیقه‌ای خیلی عالی بود. به ما نفهمیدم چطوری گذشت. دمت گرم بیبی. روز خوبی داشته باشی. آقا دوست داریم، خیلی مخلصیم. عزیز دلی مرسی که وقت گذاشتی. اقتصادی